سلام مجدد دارم خدمت همه دوستان و همراهان کانال درس آنلاین. دوستان با یک ویدیوی دیگر امروز همراه شما هستم. من کمال نجفی، مدرس آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های ترکیه. در این کانال به تدریس آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های ترکیه میپردازیم که در پلیلیست‌ها میتونید آموزش دروس ریاضی رو که کامل هستن دسترسی داشته باشید و تماشا بکنید ویدیوها رو. در ادامه ویدیوها میپردازیم به آموزش دروس هندسه و هوش که پلیلیست اونا رو هم تکمیل بکنیم تا یک پکیج کامل و رایگانی در اختیار شما قرار بدیم. دوستان عزیز، اگر میخواین در مورد کلاس هایی که به شکل آنلاین بنده برگزار میکنم اطلاعاتی داشته باشید، از طریق پیج اینستاگرام درس آنلاین 21 میتونید با من در ارتباط باشید. اونجا من به شخصه به شما جواب خواهم داد اگر سوالی در این مورد دارید و امیدوارم که بتونم براتون مفید واقع بشم. دوستان در این ویدیو در ادامه دروس هندسه آزمونیوس میپردازیم به یکی از مهمترین چهارضلعی ها که زوزنقه هستش. در اشکال چهارضلعی میتونیم بگیم که جزء سخت‌ترین و مهمترین چهارضلعی هایی هست که اکثرا توی آزمون ها به سوالاتش برمیخوریم. در این فصل ما یک شکل مهمی به اسم متوازی الاضلاع و یا پارالل کنار داشتیم. این دومین شکل و آخرین شکل از چهارضلعی ها هست که عرض میکنم که بسیار مهم و کاربردی هست و حتما در اکثر آزمون ها سوالاتش رو خواهید دید. ولی در واقع ما نیاز داریم به یک سری اطلاعات در مورد مثلث ها. در این ویدیو میپردازیم به قضیه های زوزنقه ها و حل سوال. در این ویدیو براتون 25 تا سوال نکته دار آوردم که حل بکنم. حین حل سوال ها خواهید دید که چقدر از اطلاعات گذشته که در مثلث ها یاد گرفتیم در شکل زوزنقه استفاده میشه و یکی از مهمترین قسمت های زوزنقه و تیپ سوالی های پرتکرار که در آزمون ها میبینیم پیدا کردن مساحت قسمتی از زوزنقه هستش که این قسمت میشه گفت کمی سخت و پرتکرار و مهمه. اینجا همه تکنیک ها رو من به شما یاد میدم. میبینید که چقدر ساده میتونیم به این نوع سوال ها هم جواب بدیم. پس با من همراه باشید، بریم روی وایت بورد و شروع بکنیم شکل زوزنقه رو. دوستان شکل زوزنقه که بهش یاموک گفته میشه، یاموک در محاوره‌ای به معنای کج بودن و یا فرو رفتگی هم گفته میشه و اگر اینو به خطاب به یک شخصی استفاده بکنید این کلمه رو، یعنی یاموک اگر بگید به معنای سال خورده و پیر هست که قطعا معنی توهین‌آمیزی داره و اگر این کلمه رو جایی ببینید که استفاده میشه این به نوعی قصد توهین و تحقیر شاید اون شخص رو داشته باشه. خب چرا میگیم یاموک؟ چون که برخلاف سایر شکل هایی که ما تا به الان یاد گرفتیم این خیلی منظم نیست، یعنی یکم کج هست و میتونه کج باشه، میتونه برخلاف اون شکل هایی که خیلی منتظم به نظر میرسیدن مثل لوزی، مثل مربع، مستطیل، متوازی الاضلاع، این میتونه شکل متفاوت تری داشته باشه. تعریفی که باید از زوزنقه داشته باشیم و خیلی هم مهمه، تعریف زوزنقه چهارضلعی است که فقط دو ضلع موازی داره. هر چهارضلعی فقط دو ضلع موازی داشته باشه بهش میگیم زوزنقه. اکثرا زوزنقه رو در سه حالت میبینید. ببینید ما میتونیم دو تا خط موازی داشته باشیم و طول این ضلع ها هم با هم برابر نباشه. اکثرا در این حالت میبینید. ما زوزنقه 90 درجه هم داریم به این شکل. اینجا هم دقت بکنید که این زوزنقه 90 درجه هستش، این ضلع با این ضلع موازیه، ولی همونطور که میبینید در دو تا شکل هم اون دو تا ضلع دیگه، یعنی این ضلع و این ضلع و این دو تا ضلع با هم موازی نیستن و برخلاف سایر چهارضلعی ها شکل منظم و منتظمی رو نداره. ما میتونیم یک نوع از زوزنقه رو هم داشته باشیم که فقط دو ضلعش با هم موازی باشه ولی متساوی و ساقین باشه، یعنی این اضلاع با هم موازی باشه و ساقهای کناریش هم با هم برابر باشه. این شکل تقریبا منظم به نظر میاد، ولی اینجا هم میبینید که ما دو تا خطی داریم که اصلا طولشون با هم برابر نیستن. به این دو تا خط قاعده بزرگ و قاعده کوچیک گفته میشه.
خطی که بزرگتر هست قاعده بزرگ گفته میشه و خطی که کوچیک‌تره قاعده کوچیک گفته میشه و از یک مفهومی به اسم قاعده میانی استفاده میکنیم. اگر بیایم اینجا یک خط موازی این دو تا خط موازی رسم بکنم، این میشه قاعده میانی. قاعده میانی همه جا رسم میتونه باشه، هر جایی که از شکل میتونیم رسم بکنیم و ادعا بکنیم که این قاعده ها با دو تا قاعده بزرگ و کوچیک موازی میتونن باشن و یا هستن. خب به قاعده ها میگیم تابان، کوچک تابان، بیوک تابان. به قاعده میانی هم اورتا تابان گفته میشه. بریم با قضیه هاش آشنا بشیم و ببینیم که چه قضیه هایی رو باید یاد بگیریم تا بتونیم به سوالات زوزنقه جواب بدیم. اولین قضیه اشاره میکنه به این که زوزنقه شکلی است که فقط دو تا ضلع موازی داره و چون دو تا خط موازی هستن این خطوط هم خط مورب حساب میشن و طبق فصل اول که اونجا هم ویدیو آموزشی رو گذاشته بودم میگیم که یک زاویه بزرگ و یک زاویه باز و یک زاویه کوچیک ایجاد میشه که جمعشون 180 درجه است. یعنی جمع این دو تا زاویه 180 درجه میشه و جمع این دو تا زاویه 180 درجه میشه، یا به عبارتی میتونیم بگیم که قانون یو اینجا اتفاق میفته. قضیه دوم به اشاره میکنه به مساحت زوزنقه. مساحت زوزنقه رو توی مدرسه هم ما یاد گرفتیم، جمع دو تا قاعده کوچک و بزرگ تقسیم بر 2 ضرب در ارتفاع زوزنقه. ارتفاع زوزنقه رو ما میتونیم هر جایی از شکل رسم بکنیم، هیچ محدودیتی وجود نداره. همه ارتفاعی که بین دو تا خط DC و آبی رسم میکنیم با هم برابرن، چرا که خط AB و DC با هم موازیه. قضیه شماره 3 میگه که میتونی با موازی با این خط یک خط دیگه‌ای داخل زوزنقه رسم بکنی و در نهایت بتونی یک متوازی الاضلاع داخل زوزنقه بسازی. یک متوازی الاضلاع و یا پارالل کنار میتونی داخل زوزنقه بسازی. خب این یه جاهایی به کارمون میاد اگر بحث زاویه ها باشه و یا یه جاهایی توی بعضی از سوال ها این که من یک زوزنقه داخل شکل داشته باشم به کارم میاد. قضیه شماره 4 یک زوزنقه‌ای رو نشون داده، میگه این ضلع با این ضلع موازی هست و خط EFی رسم کرده که با این دو تا ضلع موازیه. پس به اینا میگیم که پس به این خط EF میتونیم بگیم اورتاتابان هست. میگه اگر این اورتاتابان بیاد این ضلع AD رو از وسط نصف کنه، چون با این خطوط DC و AB موازیه مجبور این یکی ضلع رو هم از وسط قطع بکنه طبق قضیه توازی. خب اگر چنین باشه میگه در صورتی که هر دو تا ضلع رو نصف کنه این خط EF میتونیم بگیم که طول خط EF برابر است با جمع C و A تقسیم بر 2. اگر این قاعده میانی مثلا از اینجا رسم میشد یعنی نصف نمیکرد، آیا میتونستیم این فرمول رو استفاده بکنیم؟ نه، این فرمول رو نمیتونیم استفاده بکنیم. این قضیه هم داره به این اشاره میکنه که اگر دو تا قطر زوزنقه رو ما رسم بکنیم و اورتاتابان طوری رسم بشه که خطوط AD اضلاع AD و BC رو نصف کنه، در این حالت یه خط اینجا ایجاد میشه به اسم KL. میگیم این خط، طول این خط برابر است با اختلاف A منهای C تقسیم بر 2. این خودش خیلی مهمه. توی سوالها یک مدل از این آوردم که ببینید که اینجا چی کار باید انجام بدیم. حتی اینجا میخوام اشاره بکنم بهش. دقت بکنید وقتی قطرها رسم میشه و یک تابانی از اینجا رد میشه، اینجا دو تا مثلث ایجاد میشه، یک این مثلث، دومی هم این مثلث. این دو تا مثلث دارای دو تا خط موازی داخل خودشون هستن. پس من میتونم اینجا تالس استفاده بکنم. وقتی اینجا این خط میاد اینو نصف میکنه، پس این یکی خط رو هم نصف میکنه. پس من میتونم بگم که اینجا اگر C باشه اینجا میشه C دوم. همینو ادامه بدید میتونید حتی این فرمول رو اثبات بکنید. قضیه 6 میگه که قطرها رسم شده ولی این بار اورتاتابان از جایی رسم شده که از محل تقاطع قطرها عبور میکنه. یعنی اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم که این با این برابره، همچین چیزی گفته نشده. طول اینجا میگه x باشه، طول اینجا هم x هستش، اینا با هم برابرن، یعنی این از وسط نصف شده. بعد فرمولی که داره میگیم طول x برابر است با a ضرب در c به روی a به اضافه c.
ببینید بچه کلا مثلا قضیه هایی مثل این میبینید که توی آزمون ها یا توی کتاب های کار خیلی کم اصلا سوال در موردش حل میکنیم و این احساس ایجاد میشه که حتما این قضیه مهم نیست و دیگه من نیازی بهش ندارم و اینا، ولی میبینی سر جلسه آزمون یک سوال این شکلی داده که خیلی هم ساده به نظر میرسه ولی ما نمیتونیم طول X رو به دست بیاریم. به همین دلیله که قضیه ها رو خوب یاد بگیرید، معلوم نمیشه کجا کدوم قضیه استفاده بشه. قضیه شماره 7 دوباره قطرها رو رسم کرده، این بار یک عمود رسم کرده ما بین دو تا ضلع موازی. بعد میگه که این قسمت از عمود x باشه، اینجا y اگر باشه میتونیم بگیم که طول x برابر است با c ضرب در h یعنی ارتفاع تقسیم بر جمع a و c. طول y هم برابر است با a ضرب در h تقسیم بر a به اضافه c. قضیه شماره 8 باز تکرار قضیه شماره 3 هستش، این تکراری اینجا آورده شده. قضیه شماره 9 میگه که اگر یک زوزنقه داشته باشم که اینا با هم موازی باشن، یک خط اینطوری بیاد ضلع BC رو نصف کنه و از اینجا به رأس A یک خط وصل بکنیم، اگر سه تا مثلث اینجا دیده میشه که مساحت یکیش رو S1 اون یکی S و اون یکی هم S2 هستش. میگیم که جمع S1 و S2 برابر میشه با اندازه S. این زمانی اتفاق میفته که دقیقاً نصف کنه. در این حالت هم میتونیم بگیم که S برابر است با نصف مساحت متوازی الاضلاع. خب اینجا هم گفته که مساحت متوازی الاضلاع میتونه با ضرب شدن AD در EH یعنی قاعده ضرب در ارتفاع به دست بیاد. در این حالت میتونیم اینو بگیم، یعنی اگر قاعده های کوچیک و بزرگ رو نداشته باشیم میتونیم یکی از اضلاع رو ضرب بکنیم به EH، دیگه تقسیم بر 2 هم نکنیم و مساحت به دست بیاد. قضیه شماره 10 میگه که اگر یک متوازی الاضلاعی باشه که یک خط از D طوری رسم بشه که هم ضلع BC رو نصف کنه هم با ضلع AD عمود ایجاد بکنه، در این حالت میتونیم بگیم که مساحت این متوازی الاضلاع برابر است با طول این ED ضرب در این AD. در این حالت هم میتونیم مساحت رو به دست بیاریم. خب این هم داره دقیقاً مثل همونه، فقط اینجا این خط رو امتداد داده، تاکید دوباره میکنه به این قضیه. میگه که مساحت زوزنقه 2 برابر مساحت این مثلث هستش و به همین دلیل این مثلث خودش چون AD ضرب در ED تقسیم بر 2 هست و چون 2 برابرشه به همین دلیل به نوعی اثبات کرده که چرا این اتفاق میفته. دقیقاً اثبات این مسئله است. ولی دقت بکنید که اینا زمانی برقرار هستن که دقیقاً این نقطه E نقطه وسط یکی از اضلاع زوزنقه باشه. اگر این اتفاق نیفته نمیتونیم از این قضیه ها استفاده بکنیم. قضیه شماره 12 هم که توی چهارضلعی ها، توی ویدیوی چهارضلعی من بهش اشاره کرده بودم. اگر یک چهارضلعی داشته باشم، چهارضلعی محدب که ما قطرهاش رو رسم بکنیم، 4 تا مثلث ایجاد میشه که S ضرب در S برابر است با S1 ضرب در S2. این از این قضیه که اینجا مد نظر هست اینه که اگر قطرهای متوازی الاضلاع رو رسم بکنی، این 2 تا مثلث سمت راست و چپ مساحتشون با هم برابر میشه، ولی اینا لزوما با هم برابر نمیشن و اگر اینا رو به هم دیگه ضرب بکنی با ضرب این 2 تا برابر. این اصلا مختص چهارضلعی‌ها بود. این توی مربع هم هست، توی متوازی الاضلاع هم هست، توی لوزی هم هست، توی همه چهارضلعی‌ها این قضیه برقراره. قضیه شماره 13 گفته اکیز کناریاموک یعنی زوزنقه متساوی الساقین. ببینید این 2 تا ضلع با هم برابره و ضلع DC و AB هم با هم موازیه. در این حالت میگه که این زاویه با این زاویه برابر خواهد بود و این زاویه هم با این زاویه برابر خواهد بود. یه ویژگی دیگه از اکیزکناریاموک مطرح میکنه. میگه در این حالت اگر ما عمودها رو رسم بکنیم، طول اینجا A باشه، اولا طول این ضلع با طول این ضلع برابر میشه، دوما اینجا هم A میشه چون اینا با هم موازی ان
اینا هم با هم موازیان، یک مستطیل ایجاد میشه و طول این دو تا ظل رو میتونم بگم که از B A رو کسر میکنم، تقسیم بر 2 میکنم، اینجا میشه B منهای A دوم. اینا هم که از مثلث ها کاملا بدیهیه که چرا این اتفاق میفته. میگیم اگر زوزنقه ما ایکیز کنار یاموک باشه، متساوی ساقین باشه، یکی از عمودها رو رسم بکنیم، میتونم این عمود رو ضرب بکنم به این قاعده، یعنی قسمتی از قاعده کوچیک، و بگم که این مساحت زوزنقه رو به ما میده. نه اینکه بیام اینا رو با هم جمع بزنم و نه، فقط این قسمت قاعده رو ضرب میکنم به این ارتفاع و مساحت زوزنقه رو به ما میده. یه مدل زوزنقه هم داریم، دیک یاموک میگیم، زوزنقه قائم الزاویه، یعنی دو تا زاویهش 90 درجه باشه. اگه 4 تاش باشه که میشه مستطیل، اصلا نمیشه زوزنقه. در این حالت خب این ویژگی خاصی نداره، فقط میگیم اگر زوزنقه ما 90 درجه باشه و قطرها بر همدیگر عمود اگر باشند، در این حالت میگیم که h به توان 2 برابر است با a ضرب در c. اینجا فقط دقت داشته باشید که زمانی میتونیم بگیم که h2 برابر است با a ضرب در c که حتما قطرها بر همدیگر عمود باشه. این هم ویژگی زوزنقه قائم و یا 90 درجه هستش. قضیه هایی که گفتم به این شکله، ولی الان میبینید که بیشتر قضیه هایی که در زوزنقه استفاده میکنیم از مثلث الهام گرفته شده تا اینکه خود این قضیه ها. ولی چیزی که مهمه تعریف زوزنقه هستش که بسیار مهمه که این تعریف رو درست و دقیق به خاطر داشته باشیم. دوستان اگر تا به اینجای ویدیو براتون مفید بوده، لطفاً لایک کردن، سابسکرایب کردن کانالمون و کامنت گذاشتن فراموش نشه. من هم سعی میکنم که اینجا مفید باشم برای شما. خواهشم از شما اینه که منو حمایت بکنید تا بتونیم ویدیوها رو در اختیار افراد زیادی قرار بدیم. اینجا یه دونه زوزنقه متساوی ساقینی میبینیم که دو تا ساقش با هم برابره. در این حالت این دو تا زاویه با هم و این دو تا زاویه هم با هم برابر میشه. گفته شد اینجا 120 درجه هستش، اندازه زاویه آلفا رو به دست بیارید. خب اینجا دو تا زاویه میبینم که با هم برابر، نامگذاری میکنم. حالا مثلا x بگیم که x، چون این دو تا ظل با هم موازی هستن فراموش نکنید که این شکل زوزنقه هست. یه دونه قانون z اینجا ایجاد میشه، پس میتونیم بگیم که اینجا هم x درجه هستش. و میتونم بگم که چون و گفتیم که این زاویه با این زاویه برابره، پس اندازه اینجا هم میشه 2x. حالا یک مثلث ایجاد شد، یک زاویهش 120، جمع دو تا زاویه دیگه‌اش باید بشه 60، 3x مساوی 60 بشه، x ما میشه 20 درجه. ولی از من چی خواسته بود؟ آلفا رو خواسته بود. 2 تا 20 درجه میشه 40، آلفا هم میشه 140 درجه. اندازه آلفا رو به دست آوردیم. بریم سراغ سوال بعدی. اینجا یه دونه زوزنقه میبینم متساوی ساقین نیست. دو تا از زاویه هاش نیم سازش رسم شده و گفته شده که اینجا 6، اینجا 3 هست، اینجا 4. این x رو گفته به دست بیارید. خب دقت بکنید اینجا دوباره قانون z میبینم، دو تا هم میبینم. میگم که اینجا اگر A درجه باشه، اینجا هم A درجه باشه، اینجا میشه A درجه. در نتیجه این مثلث چیه؟ مثلث متساوی الساقین نیست. پس اینجا 6 باشه، طول اینجا هم میشه 6. طول AE رو 3 داده، پس اینجا میشه 3. همینطور این سمت اگر اینجا B باشه، اینجا هم B خواهد بود و اینجا هم B خواهد بود. پس این مثلث هم متساوی ساقینه، کلش میشه 4. 3 اینجا بود، پس x مون میشه 1. خب اینجا یه دونه کیس کنار یاموک داریم. ببین ساقهاش با هم برابره. گفته اندازه جمع آلفا و بتا 120. ما میدونیم وقتی ساقها برابره این دو تا زاویه با هم برابره، جمعشون 120 باشه، پس اینجا 60 درجه هست، اینجا هم 60 درجه هستش. خب گفته شد اینجا 4 اندازه x رو میخواد. وقتی 60 درجه میبینم خب طبیعتا ذهنم میره سراغ مثلث 90 30 است. یه عمود رسم میکنم اینجا میشه 30 درجه. قطرم وترم 6 رادیکال 3 هست. میگیم که نصف وتر روبروی 30 درجه میشه، اینجا میشه 3 رادیکال 3. همینطور اگر اینجا رسم کردیم توی قضیه ها گفتیم که این دوتا با هم برابره، پس اینجا هم میشه 3 رادیکال 3. الان چون اینا عمود 90 درجه هستن، طول اینجا 4 باشه، اینجا هم میشه 4.
پس طول x برابر میشه با 4 به اضافه 2 تا 3 رادیکال 3 یعنی 6 رادیکال 3 میشه گزینه D. این سوال یه دونه زوزنقه‌ای داده، گفته x چنده. ما اینو با روش‌های مختلفی میتونیم حل بکنیم. میام این کار انجام بدم. میگم که فرض میکنم این یک مثلث بوده، مثلث رو تکمیل میکنه. حالا همچین شبیه مثلث نشد، حالا از من قبول بکنیم. میگیم طول اینجا مثلا y هست، این نقطه هم رأسش مثلا چیزه، حالا g هستش، این رأس. چون داخل این مثلث دو تا زاویه، دو تا ضلع موازی میبینم، میتونم چیکار بکنم؟ میتونم تالس استفاده بکنم و از طرفی هم میبینم که اینجا 5 اینجا 10. مثلث بزرگتری که ساختیم رو اگر دقت بکنید، اینجا 5 اینجا 10، یعنی طول اینجا باید بشه 10 که اینا با هم برابر بودن که این دو برابر شده دیگه. در این حالت میام در این مثلث چیکار میکنیم؟ تالس رو مینویسیم، میگیم y به روی y به اضافه x یعنی 10 برابر با 2/5 هسته. از اینجا y به دست میاد 4. y 4 باشه x مون هم باید بشه 6 دیگه که جمعش بشه 10. این هم به این سادگی میتونیم به دست بیاریم. یه دونه یاموک داریم، ارتوتابانش رسم شده و اومده دو تا زیر رو از وسط نصف کرده. یکی از قطرها هم رسم شده. طول ارتوتابان رو داده 4 و 3، میگه اختلاف y منهای x چنده. ما میدونیم دیگه، ما میدونیم که اگر y رو با x جمع بکنیم تقسیم بر 2 بکنیم برابر میشه با 7. جمع x و y رو میدونم چنده ولی نمیدونم x چنده y چنده. به همین دلیل میام از مثلث کمک میگیرم. میگم اینجا یه مثلثی وجود داره، این ضلع با این ضلع موازیه، این ضلع با این ضلع برابره، پس در نتیجه اینا دوتا هم با هم برابر خواهند بود. و این مهم نیست، این مهمه که اینجا 3 باشه، x مون میشه 6. حالا بیا این سمت دوباره یه مثلث دیگه داریم دارای دو تا ضلع موازیه، میتونم تالس استفاده بکنم و چون اینا با هم برابره، اینجا 4 باشه اینجا میشه 8. پس y مون 8، x مون 6 هست، اختلاف اینا میشه 2. همونطور که دیدید جمعشون هم میشه 14 دیگه. خب دوباره یه نوع ارتوتابان رسم شده، قطرها رسم شده، دو تا قطر. گفته میشه که ایکا 2x منهای 1 2x منهای 1 هست و کاف چیه؟ LF هم x به اضافه 4، کال هم 3x. خب ما اثبات کردیم که این ضلع 2 برابر این ضلع هست، همینطور AB 2 برابر LF. پس در نتیجه ایکا با LF برابره. 2k منهای 1 چرا کا نوشتم؟ x 2x منهای 1 با x به اضافه 4 برابره. پس x مون به دست میاد 5. x 5 باشه میگیم که اینجا عرض کنم که 9، اینجا 15 هستش، اینجا هم 9 هستش. خب الان طول AB رو خواسته، طول AB میشه 18، 2 برابر این میشه. چون اینجا تالس استفاده بکنم، چون اومده از وسط نصف کرده، میشه این. از من چی میخواد؟ طول AB و DC رو میخواد. من میدونم که قاعده بزرگ و قاعده کوچیک رو اگر تقسیم بر 2 بکنم برابر میشه با قاعده میانی، چون که اینا رو از وسط نصف کرده. طول EF هم شد 18 با 15 شد 33. پس این میشه 33، در نتیجه جمع این دوتا میشه 66. دقت کردیم که به این شکل تونستیم به دست بیاریم. اینجا دوباره یه دونه یاموک داریم، گفته شده EF2 هست، اینجا 8 9، طول اندازه X رو میخواد از ما. اینجا اگر گفته میشد که اندازه اینا با هم برابره میتونستم اون فرمول رو استفاده بکنم، ولی چون این مطرح نشده پس الان نمیتونم اینو بگم. ببینید من اینجا یک مثلثی میبینم که توش دو تا ضلع موازی وجود داره، پس من میتونم تالس رو استفاده بکنم و بگم که AF به روی AC برابر است با 2 به روی 8 یا 1 به روی 4. یعنی اگر AF کا باشه، طول FC طول AC کلا میشه 4 کا، اینجا میشه 3 کا. خب از طرفی هم توی این مثلث هم من میتونم تالس استفاده بکنم. وقتی تالس استفاده میکنم میگم 3k به روی 4k برابر است با 9 به روی x. k با k ساده میشه، 3 با 9 ساده میشه، x مون به دست میاد 12. بدین ترتیب میتونیم ما نقش و تأثیر تالس رو در زوزنقه ببینیم و به این سوالمون جواب بدیم.
خب اینجا دوباره یه یاموک داریم، دوتا قطرش رسم شده. طول قطرها رو داده به جز یه قسمتی از x و یکی از قاعده کوچیک رو و قاعده کوچیک رو نداده که اسم اونم y گذاشته. اینجا میگه که اندازه جمع x به اضافه y چنده. دقت بکنید بچه وقتی قطرهای زوزنقه رسم میشه ما همیشه داخل زوزنقه یه دونه حالت پروانه‌ای داریم که دو تا مثلث متشابه وجود داره، چون این زاویه با این زاویه برابره، این زاویه هم با این زاویه برابره، چرا که این دو تا ضلع با هم موازی هستن و این زاویه ها متقابل به رأسن و برابرن. اینجا میام نسبت تشابه دو تا مثلث رو می نویسم و میتونم x y رو به دست بیارم. اول مثلث کوچیک رو می نویسیم 4 2 y، روبروی 4 این زاویه هست، روبروی این زاویه x، روبروی 2 این زاویه هستش، روبروی این زاویه 3 هستش. بعد برای y هم 6 میمونه. خب من این دوتا تناسب رو با هم طرفین وسطین بکنم، 2x مساوی 12 میشه، x میشه 6. این دوتا رو با هم طرفین وسطین بکنیم y مون میشه 4. جمع این دوتا میشه 10. به همین سادگی با یه دونه تشابه در مثلث تونستیم به جواب برسیم. اینو اگر دقت بکنید یه دونه زوزنقه‌ای میبینیم، گفته شده که طول اینجا 7، اینجا 4، 8 12 طول x رو از ما میخواد. خب ببینید اینجا میام از این قسمت یه دونه عمود رسم میکنم، چون طول اینجا 7 پس طول اینجا میشه 7، اینجا میشه 5. این ضلع جمع اضلاع دو تا ضلع میشد 12، پس طول این ارتفاعی هم که رسم کردم 12. در نتیجه اینجا یک مثلث قائم الزاویه ایجاد میشه که وترش 5 12 میشه 13. یعنی الان از این مثلث EBC حداقل یک ضلعش رو پیدا کردم، عمود این مثلث رو خواسته. خب ببینید من میتونم مساحت کل این زوزنقه رو به دست بیارم. میتونیم بگیم که جمع قاعده کوچک و بزرگ 12 به اضافه 7 تقسیم بر 2 ضرب در ارتفاع. 12 با 7 میشه 19 ضرب در 6 که اینجا داریم 60 9 6 تا 54 تا میشه 114. از مساحت کل جمع این دو تا مثلث رو اگر کسر بکنیم که جمع اینا میشه 62، اینجا خواهیم داشت 2 و 52. یعنی مساحت این مثلث که اینطوری رنگ کردم براتون اینو به دست آوردم شد 52. خب مساحت مثلث چطوری به دست می آوردیم؟ ارتفاع یعنی x ضرب در قاعده تقسیم بر 2، این شده 52 که این 13 با 52 ساده میشه 4، پس x ما به دست میاد 8. به همین سادگی. بریم سراغ سوال بعدی. یه دونه زوزنقه 90 درجه‌ای داریم، طول AB رو قاعده کوچیک رو داده 2، قاعده بزرگ رو 8 داده، بعد طول x رو میخواد. ما یادتون اگر باشه گفتیم که اگر زوزنقه 90 درجه باشه و قطرها بر هم دیگر عمود باشن میتونیم بگیم که x به توان 2 برابر است با 2 ضرب در 8 یعنی 16، پس x به دست میاد 4. چرا 8 نوشتیم؟ 4 به دست میاد، x رو میتونیم 4 به دست بیاریم. سوال بعدی این سوال جالبیه. یه دونه زوزنقه داده شده، قاعده میانی، قاعده کوچیک و قاعده بزرگ رو داده، طول یکی از اضلاع رو 10 داده. دقت بکنید که با این برابره. حالا اینجا به دردمون نمیخوره خیلی. مساحت زوزنقه رو میخواد. ما میدونیم برای پیدا کردن مساحت زوزنقه نیاز به ارتفاع دارم. من باید ارتفاع رو بدونم، قاعده کوچیک و قاعده بزرگ رو دارم تا بتونم مساحت رو به دست بیارم. دقت بکنید اینجا من یه دونه زاویه‌ای میبینم، این زاویه منه، اینم نیم ساز منه. روی نیم ساز از یک نقطه دلخواه از این یه دونه عمود رسم شده، پس من میتونم به اون یکی ضلع زاویه عمود رسم بکنم و ادعا بکنم که طول این عمود با این عمود برابره. همینطور دقت بکنید اینجا یه دونه زاویه‌ای وجود دارد، نیم سازش رسم شده، از نقطه ای روی نیم ساز عمود رسم شده، پس من میتونم از این نقطه دوباره عمودی رسم بکنم بر این و ادعا بکنم که این اضلاع با هم برابر هستن.
و همینطور میتونیم بگیم که این ضلع با این ضلع برابره و این ضلع هم با این ضلع برابره، یعنی اینجا 8 اینجا 2 هستش. اگر یادتون باشه ما فصل اول میگفتیم که اگر دو تا ضلع با هم موازی باشن و یک خط مورب وجود داشته باشه، بیام نیمساز اینا رو رسم بکنم، نیمساز همدیگه رو عمود قطع میکنن. پس اینجا میتونم قضیه اوقلیدس رو استفاده کنم، طول اینو h بگیرم، میگم h برابر است با 2 ضرب در 8 یعنی 16، یعنی h به توان 2، h مون برابر میشه با 4. پس اینجا 4، اینجا هم 4، اینجا هم 4. در نتیجه عمود این زوزنقه 8، عمودش 8، ارتفاعش 8، جمع قاعده کوچیک یعنی 6 به اضافه 10 تقسیم بر 2، 16 تقسیم بر 2 میشه 8 ضرب در 8 میشه 64. مساحت زوزنقه به دست اومد. سوال بعدی یک زوزنقه داده شده، گفته AI با ED برابره، مساحت DEF 4 بیریم کاره هست، مساحت BFC هم 24 بیریم کاره است. مساحت کل رو میخواد. سخت ترین سوال ها مربوط به اینا هستن. اگر اینا رو بتونید حل بکنید دیگه مشکلی در زوزنقه ندارید. اینا هم با تکنیک های حل میشه که الان خدمت شما عرض خواهم کرد. چون این ضلع اومده دقیقاً در وسط نقطه ضلع عادی قرار گرفته، میتونم بگم که مساحت اینجا S1 باشه و مساحت اینجا S2 باشه، جمع اینا با مساحت کل متوازی الاضلاع برابره. به همین دلیل میام نامگذاری میکنم، این قسمت های خالی رو نامگذاری میکنم. خب اولا ما میتونیم بگیم که S2 به اضافه 24 برابر است با 4 به اضافه S3 به اضافه S1. و از طرفی این مثلث رو اگر دقت بکنید، این مثلث میانش رسم شده، میانه EB، میانه مساحت مثلث رو به دو قسمت تقسیم میکنه. پس S1 با 4 به اضافه S2 برابره. پس میام به جای S1 مینویسم 4 به اضافه S2، با این 4 جمع میشه 8 به اضافه S2، یه دونم S3 داشتیم، از طرف این S2 ساده میشه، میتونم S3 رو به دست بیارم. S3 برابر است با 24 منهای 8 16. پس مساحت اینجا رو به دست آوردیم 16. الان مونده که S1 و S2 رو به دست بیاریم. دقت بکنید روش های مختلفی میتونیم داشته باشیم. یکی از این روش ها اینه که اینجا یک چهارضلعی میبینم که دوتا قطرش رسم شده. ما میگفتیم که 4 ضرب در 24 مساحتش رو با هم ضرب بکنیم برابر است با S2 ضرب در S3 که 16. پس این 16 با این 4 ساده میشه، این 4 هم با این ساده میشه، پس S2 به دست میاد 6. S2 6 باشه، S1 هم میشه 10. پس من مساحت تمامی قسمت ها رو به دست آوردم. پس میگیم که 24 و 4 خودش داده بود، میشه 28. S1 رو به دست آوردم 10، S2 رو به دست آوردم 6، S3 رو به دست آوردم 16. 2 تا 16 میشه 32، با 28 اگر جمع بشه جواب میشه 60. پس مساحت این زوزنقه 60. اگر روش های مختلفی هم دارید لطفا برای من بنویسید که چطوری میتونیم اینو حل بکنیم. در ضمن میتونید از طریق پیج اینستاگرام درس آنلاین 21 با من در ارتباط باشید. خوشحال میشم که اونجا شما رو زیارت بکنم و اگر سوالی داشته باشید جواب بدم. یک متوازی الاضلاع متساوی الساقینی داریم، عمودش رسم شده، قطرها بر همدیگر عموده، بعد طول اندازه این ارتفاع رو 5 داده و مساحت رو میخواد و هیچ چیز دیگه ای به ما داده نشده. چون این متساوی الساقینه، پس ما میتونیم بگیم که این ضلع با این ضلع برابره و این دوتا هم با هم برابر هستن. من اگر مساحت دنبال مساحت باشم میتونم اینو بگم. خب من میتونم این عمود رو از وسط رسم کنم، از جایی که دو تا قطر همدیگر رو قطع کردن به این شکل و دقت بکنید که اینا 90 درجه هستن. این هم 90 درجه هست، اینجا هم 90 درجه هستش. ما میتونیم بگیم که این دوتا مثلث دارای یک ضلع برابر و یک زاویه مساوی هستن. کاملا مشهوده، میبینید. و چون مساحت هاشون با هم برابره، پس میتونیم بگیم که اضلاع این دوتا مثلث با هم برابره. وقتی اضلاعشون برابر باشه، اینجا دوتا مثلث متساوی الساقین ایجاد میشه، یکی این و یکی هم این.
دقت بکن اینا متساوی و ساقینن و من این خطی که رسم کرده بودم گفتم که عموده. چون عموده و این مثلث متساوی ساقینه پس این میانه هم هستش و محتش هم üçgen هم میشه، چون مثلث هم 90 درجه بود. پس اندازه اینجا A باشه اینجا هم A باشه اینجا هم میشه A. اندازه این زل B باشه اینجا هم B باشه اندازه این زل هم میشه B. خب ما گفتیم که در طول زوزنقه اندازه عمودها همه عمودها با هم برابره. وقتی طول عمود 5 پس جمع A و B هم 5. خب ما نیاز داریم که مساحت رو به دست بیاریم. مساحت برابر است با 2A به اضافه 2 B تقسیم بر 2 ضرب در ارتفاع. خب 2A به اضافه 2B میشه A به اضافه B، پس 5 ضرب در 5 مساحت به دست میاد 25. پس اگر زوزنقه من متساوی ساقین باشه و قطرهاش بر هم عمود باشه میتونیم بگیم که این دوتا مثلث کاملا هم نهشتن، تمامی ضلع‌ها و زاویه هاشون با هم برابره. تو این سوال هم یه دونه زوزنقه میبینیم که گفته شده مساحت یک قسمتش S1 که یک قسمت دیگهش S2، ارتطابانش رسم شده، قاعده میانیش رسم شده و اضلاع زوزنقه رو به دو قسمت مساوی تقسیم کرده. میگه قاعده کوچیکش 4، قاعده بزرگش 14 هستش. نسبت S2 به S1 رو از ما میخواد. خب من وقتی میخوام مساحت رو پیدا کنم خب میدونم دیگه باید نیاز به ارتفاع دارم. پس میام در این شکل رو دو تا زوزنقه جدا از هم در نظر میگیرم. این یک زوزنقه، این هم زوزنقه دیگه. خب طول EF رو میتونم به دست بیارم. طول EF برابر با میانگین قاعده کوچیک و بزرگ 18 تقسیم بر 2 برابر با 9. اینو اینجا مینویسیم. خب ارتفاع این H1، ارتفاع اینم مثلا بگیم که H2 هستش. الان میتونیم بگیم که این ارتفاع ها با هم برابرن یا نه؟ بله میتونیم بگیم. چرا؟ چون در این مثلث اگر طالس استفاده بکنم، چون این ضلع با این ضلع برابره پس این ضلع هم با این ضلع برابر بود، پس به جای H1 و H2 همین H مینویسم. پس مساحت S1 برابر میشه با ارتفاع ضرب در مجموع قاعده ها، یعنی 9 به اضافه 4 13 دوم. مساحت S2 میشه ارتفاع مجموع قاعده ها 14 به اضافه 9 میشه 23 دوم. H با H ساده میشه، 2 با 2 ساده میشه، جواب میمونه 23 13. گزینه دنیزلی درسته. سوال بعدی یک زوزنقه داده، میگه اینو به دو قسمت تقسیم کردیم. مساحت یک قسمت S1 که اون یکی S2 که اینا مساحتشون با هم برابره. طول این ضلع 3 هستش، اینجا 7 اینجا 12. اندازه X رو از ما میپرسه. خب اینجا اشاره‌ای به این نشده که این عمود هست یا نه. من چنانچه از اینجا و یا از اینجا و یا هر جایی از صفحه عمود رسم بکنم، این عمود هر دو زوزنقه هستش. پس اینو رسم میکنم و کفایت میکنم، میگیم H. خب این H عمود ارتفاع این زوزنقه هم هست دیگه. مساحتش رو پیدا بکنم میشه ارتفاع ضرب در 12 به اضافه 3 15 دوم. مساحت این برابر است با ارتفاع ضرب در x به اضافه 7 دوم. ارتفاع ها با هم ساده میشن، اینا با هم ساده میشن، x مون به دست میاد 8. طول x رو خواسته بود که خیلی ساده حل کردیم. بریم اینجا. اینجا گفته شده که اندازه DE برابر با 3 تا EB، یعنی EB اگر M باشه DE 3 تا M. بعد مساحت اینجا S1، مساحت اینجا S2 هستش. نسبت مساحت ها رو میخواد. بعد فقط گفته شده که ABCD یه دونه یاموک هست و ABKD یعنی این 4 ضلعی پارالل کناره. اطلاعات رو کامل نخونید نمیتونید جواب بدید. این پارالل کنار هست، یعنی خطوط با هم موازی و مساوی هستند. نسبت S2 و S1 رو از ما میخواد. چیز دیگه ای گفته نشده، فقط گفته شده که یک ضلع 3 برابر اون یکیه. اگر دقت بکنید ما اینجا باز حالت پروانه‌ای های مختلفی رو میبینیم. ببین این یک حالت پروانه‌ای، چون میتونم بگم که این ضلع با این ضلع موازیه، پس این دو تا مثلث با هم متشابه هستن. نسبت اضلاعشون 1 به 3 هست. نسبت مساحتاشون میشه 1 به 9. پس اینجا اگر S1 باشه اینجا میشه 9 تا S1. الان این مثلث رو در نظر بگیرید. این مثلث توسط ضلع AI به دو قسمت تقسیم شده.
یک قاعدش یک قسمتش m، یک قسمتش 3m هست. پس اینجا که 9s1 بود، اندازه اینجا میشه 1/3، اندازه مساحت اینجا میشه 1/3، چون قاعده هاشون 1/3 میشه 3 تا s1. ما گفتیم که این 4 ضلعی یه دونه متوازی الاضلاع هستش. متوازی الاضلاع وقتی میایم قطرش رو رسم میکنیم، مساحت متوازی الاضلاع به 2 قسمت تقسیم میشه. الان 9 تا s1 با 3 تا s1 میشه 12 تا s1. اینم برابر میشه با s2 به اضافه s1. s1 ها رو یه جا جمع بکنم 11 تا s1 با s2 برابره. s2 تقسیم بر s1 میشه 11. به این شکل تونستیم جواب بدیم. حالا سوال اینجا پیش میاد که زوزنقه بودن این به چه دردمون میخوره؟ شایدم خواسته یکم پیچیدش بکنم. خب اینجا یه دونه زوزنقه ایکس کنار میبینم، یعنی این ضلع با این ضلع برابره، زاویه A و B با هم برابره، زاویه D و C با هم برابره. بعد گفته 2 تا عمود وجود داره، این ضلع FE و CB با هم برابره. گفته DC 4 هست، طول DC 4، قاعده کوچیک 4، قاعده بزرگ 8. مساحت این متوازی الاضلاع رو میخواد. خب ما گفتیم که یادتون باشه این زاویه با این زاویه برابره، در نتیجه این زاویه هم با این زاویه برابر میشه. پس این 2 تا مثلث با هم چی ان؟ متشابهن. چون ضلع روبروی 2 تا زاویه برابر مساوی هست، پس میتونیم بگیم که اضلاع این مثلث هم با هم چیه؟ برابر. یعنی اینجا A باشه اینجا هم A هستش، اینجا اگر B باشه اینجا هم B هستش. و گفتیم که این 2 تا این مثلث چیه؟ این زوزنقه متساوی ساقینه، پس طول اینجا هم B هست. من برای به دست آوردن مساحت نیاز به ارتفاع دارم، یعنی اسم اینو x میذارم، حالا h بذاریم. میام از اینجا یک عمودی رسم میکنم، چون زوزنقه من متساوی ساقینه، اینجا 4 بشه، کلی اینجا میشه 4، از 8 4 تا کسر میکنم میمونه 4، تقسیم بر 2 میکنم، اینجا میشه 2، اینجا هم میشه 2. پس A اگر 2 باشه ما گفتیم که B هم میشه 6، این قسمت هم میشه 6، چون جمع A و B 8 شده بود. پس B مون 6 هستش، اینجا هم 2، این هم 6. ارتفاع برابر میشه با 36 منهای 4، یعنی رادیکال 32. ارتفاع رو به دست آوردیم. رادیکال 32 میشه 4 رادیکال 2. ارتفاع ضرب در مجموع قاعده های کوچیک و بزرگ 8 به اضافه 4 دوم، یعنی اینجا میشه 12 دوم، یعنی 6 4 6 تا میشه 24 رادیکال 2. مساحت به دست اومد. سوال بعدی، یه دونه زوزنقه داریم. گفته شده علاوه بر این که این ضلع با این ضلع موازیه که باعث میشه این زوزنقه بشه، این 2 تا ضلع هم با هم موازی هستن، DE با BC موازیه. پس اینجا یه متوازی الاضلاع هم میبینم دیگه، این یک متوازی الاضلاع هستش. خب موازی بودن اینا رو میدونیم، این 2 تا رو فقط رنگی نگه میدارم که یادمون نره که اینا موازی هستن. مساحت ADF 6، مساحت این 4 ضلعی CFEB 15 هستش. بعد مساحت DCF رو میخواد، اسمشو S میذارم، DCF رو از ما میخواد، اسمشو S میذاریم. خب من میام از اینجا قطر متوازی الاضلاع رو رسم میکنم و باعث میشه که این متوازی الاضلاع مساحتش هم به 2 قسمت تقسیم بشه، یعنی کل مساحت متوازی الاضلاع 15 به اضافه S بود. الان این قطر رو که رسم کردم اینجا میشه 15 به اضافه S دوم، این قسمت هم میشه 15 به اضافه S دوم. از 15 به اضافه S دوم اگر S رو کسر بکنیم میشه 15 به اضافه S منهای 2S، میشه 15 منهای S تقسیم بر 2 مساحت این قسمت اینجا. خب دقت بکنید، الان من یک زوزنقه جدیدی به دست آوردم، اونم اینه، 2 تا ضلعش موازیه، پس میتونم بگم زوزنقه است. قطرهاش رسم شده، پس میتونیم بگیم که 15 منهای S تقسیم بر 2 با 6 برابره. در نتیجه اسمون به دست میاد 12 با 15 کسر بشه میشه 3، اسمون به دست میاد 3. من دنبال S بودم پیدا کردم.
چون گفته مساحت اینو به دست بیار اسمشو اس گذاشته بودم. قطعا روش های دیگه هم داره، هر روشی که کوتاه باشه و شما متوجه بشید و شما رو به جواب برسونه درسته. خب اینجا یک زوزنقه ایکس کنار متساوی ساقینی داده، یکی از ساقها رو نصف کرده، بعد قطرها بر همدیگر عمودن. اگر قطرها بر همدیگر عمود باشه میتونیم بگیم که این اضلاع با هم برابرن و اینا هم با هم برابر بودن و این 4 تا مثلث هم 90 درجه است. طول EF رو اینجا رو داده 5. بعد میگه اندازه AB و DC چنده. مساحت نمیخواد، جمع قاعده کوچیک و بزرگ رو میخواد. خب من میام از اینجا یک عمودی رسم کنم. چرا از اینجا؟ نه، از اینجا رسم بکنیم که بتونیم قضیه تالس استفاده بکنیم. چون این دوتا خط EF و مثلا CH عموده بر دوتا خط عمودن، پس اینا با هم موازی هن. اینجا اگر قضیه تالس رو استفاده بکنم، چون این خط اومده این خط رو نصف کرده، پس اینجا بشه 5، اینجا میشه 10. من ارتفاع زوزنقه رو به دست آوردم. اگه میدونستم مساحتش چنده، جمعشون هم میتونستم به دست بیارم. ما در سوال قبلی هم اشاره به این کردیم که اگر از اینجا من عمود رسم بکنم، طول اینجا A باشه، این عموده و میانه هم میشه و محتشم میشکن هم میشه. اینجا هم میشه A، اینجا هم میشه A. و اینجا اگر B باشه اینجا میشه B و اینجا هم میشه B، چون زوزنقه من ایکس کنار هست و قطرهاش بر هم دیگه عموده. من میدونم دیگه جمع A و B برابر با 10. این 10 اینجا به دست آوردم. A و B برابر با 10. گفته طول AB. طول AB 2 تا B'ه. طول DC هم 2 تا A هست. اگر جمع A و B 10 باشه 2 تا A 2 تا B میشه 20. جمعشون رو به دست آورد. زوزنقه میبینیم گفته شده که این ضلع با این ضلع برابر است و اندازه DC برابر با 2 تا AB. خب AB اگر مثلا K باشه، اندازه DC 2 تا K هستش. میگه عرض کنم که اینجا 10 مساحتش، مساحت قسمت رنگی رو میخواد. خب این یه تکنیک خاصی داره. ببینید بچه‌ها، میام یه دونه قاعده میانی رسم میکنم، چون این یه دونه موازی، اینا هم با هم موازی هستن، این 3 تا ضلع، پس اینم اینو از وسط نصف میکنم. در این حالت یه دونه حالت پروانه ایجاد میشه. یه دونه حالت پروانه ایجاد میشه و این دو تا مثلث با هم چی هن؟ با هم میتونیم بگیم که مشابه همدیگه هستن، تشابه دارن اینا. دقت بکنید، قبل از اون باید به این اشاره بکنیم که اینجا یک مثلثی ایجاد شد که دو تا ضلعش با هم موازیه، ضلع AB و ضلع حالا مثلا EH بگیم. وقتی اینا با هم موازیه و این ضلع مثلث رو نصف میکنه، اینجا اگر K باشه اینجا میشه K دوم. خب حالا میتونیم در مورد این دو تا مثلث متشابه بحث بکنیم. ببینید این یک ضلعش K دومه، این ضلعش 2K، پس نسبت اضلاعشون 1:4. پس اینجا مثلا M باشه اینجا 4M هست. طول اینجا اگر N باشه طول اینجا 4N هست. نسبت اضلاعشون گفتیم که 1:4 هست. حالا یه مثلث دیگه داریم اینجا. این مثلث رو ببین. مثلث توسط ضلع CF به دو قسمت تقسیم شده. یکی از قاعده‌اش M، اون یکی قاعده‌اش 4M. پس اگر مساحت اینجا 10 باشه، مساحت اینجا به دست میاد 40. و من میتونم مساحت این قسمت کوچیک، این مثلث کوچیک رو به دست بیارم. مگر نسبت اضلاعشون 1:4 نبود؟ پس نسبت مساحت میشه 1:16. مساحت اینو اگر M در نظر بگیریم، مال علامت سوال میذارم، مساحت اینم 40. پس علامت سوال میشه 40/16. مساحت این مثلث، بذارید اینو من پاک کنم، مساحت اینجا میشه 40/16. هر دو تقسیم بر 8 اگر بشن میشه 5/2. مساحت اینجا میشه 5/2. خب الان ببینید کل اینجا شد 12.5. 12.5. ولی من میخوام مساحت این قسمت هم به دست بیارم. باز از این بحث تالس استفاده میکنم، میگم نسبت اضلاع مگه 1:2 نبود؟ پس نسبت مثلث این مثلث آبی رنگ به مثلث ABC 1:4 نسبت مساحتش. پس 1/4 برابر است با 12.5 به روی مساحت مثلث ABC.
پس مساحت مثلث ABC به دست میاد 4 تا 12.5 یعنی میشه 50. کل ABC 50، ولی از من این قسمتش رو خواسته، اینجا رو میخواد. خب این 10 دیگه، از 50 10 تا کسب بکنم جواب میمونه 40. این روش ساده ای هم داره، میخوام که شما پیدا بکنید و بنویسید برای من که چطوری میتونیم اینو حل بکنیم به روش ساده تر. خب بریم سراغ سوال بعدی. این سوال هم خیلی شبیه به همون سوال قبلیه. اینجا گفته شده که AF با FD برابره، EC برابر با 3 تا FE، یعنی اینجا M باشه، اینجا 3 تا M هست. مساحت FED 4، بعد مساحت BEC رو از ما میخواد. خب ما اینجا کاری که انجام میدیم بریم یه روش متفاوت تر اعمال بکنیم. میگیم که اولا که اصلا کاملا مشهوده داخل این مثلث این زل DE مثلث رو به 2 قسمت تقسیم کرده. یک قاعدمون M هست، اون یکی قاعدمون 3M. اینجا 4 باشه اینجا میشه 12. من این زل رو رسم کردم. خب این زل اگر این مثلث رو در نظر بگیرید میانش رسم شده، پس مساحت اینجا میشه 4. مساحت اینجا رو هم میتونیم ما به دست بیاریم. ولی خب مساحت این مثلث رو خواسته، فعلا میخوام نزدیک این بشم که فعلا نتونستیم بشیم. من از این صرف نظر میکنم، به جای اون میام از اینجا یک ضلعی رسم میکنم و اندازه اینجا رو مثلا S میگیرم، مساحت اینجا رو S در نظر میگیرم و این مثلث بزرگتر رو در نظر میگیرم. ببینید میگم که این مثلث میانش رسم شده، پس اگر این قسمت 4 به اضافه S باشه اینجا میشه 4 به اضافه S. چون نقطه F دقیقاً در وسط ضلع عادی قرار داره، میتونیم بگیم که مساحت این مثلث و این مثلث با مساحت مثلث FBC برابر، یعنی 4 به اضافه S به اضافه 4 با 12 میشه 16 برابر است با چی؟ مساحت مثلث FBC. مثلث FBC رو ببینید توسط ضلع BE به 2 قسمت تقسیم شده، یک قسمتش M هست، این یک قسمت 3M. اگر اینجا S باشه پس اینجا میشه 3S دیگه. S رو با 3S جمع میکنم میشه 4S. پس 3 تا S برابر با 20 میشه، پس S مون میشه 20 سوم. من مساحت این قسمت رو میخوام که گفتم 3S هم 20 سوم بشه، 3 تا 20 سوم میشه 20، پس مساحت این قسمت میشه 20. سوال بعدی مساحت این قسمت رنگی رو میخواد. گفته این قاعده کوچک 6، قاعده بزرگ 11. مساحت این 4 ضلعی رو از ما میخواد و مساحت مثلث BEC 12 بیریم کاره هستش. من این 4 ضلعی رو از حالت 4 ضلعی در میارم، به حالت مثلث تبدیلش میکنم. اینجا حالت پروانه‌ای رو میبینیم، نسبت اضلاع 6 به 8، یا میتونیم بگیم که 3 به روی 4، یعنی اینجا اگر 3M باشه اینجا 4M هست، اینجا اگر 3N باشه اینجا 4N هستش. در این حالت ببینید اینجا 3N، اینجا 4N. بحثم این مثلثه. میگیم 12 به روی 3N برابر است با مساحت اینجا به روی 4N. N با N ساده میشه، اینجا به دست میاد 16. مساحت اینجا رو به دست آوردیم 16. میتونی داخل این مثلث همین کار انجام بدی. این مثلث ببین به 3M و 4M تقسیم شده. میتونی بگی که 12 به روی 4M برابر است با علامت سوال به روی 3M. علامت سوال منظورم اینجاست که اینجا M با M ساده میشه، 12 به روی 4 میشه 3، اینجا هم به دست میاد 9. ببین یکی یکی من مساحت ها رو به دست میارم. بعد میتونیم دوباره برگردیم سراغ این مثلث. این مثلث بله 4M و 3N. میتونیم بگیم 9 به روی 3N برابر است با مساحت اینجا به روی 4N. N با N ساده میشه، مساحت اینجا هم به دست میاد 12. اینجا رو یکم من خلوتش میکنم، دقت بکنید. اینا رو پاک میکنم، میتونید ویدیو رو برگردید عقب و ببینید که چیکار کردیم. الان اینجا این 12 یک مثلث دیگه ای دارم. مثلث من اینه. توسط خط AF
تقسیم شده. مساحت اینجا رو m بگیریم، میگیم m به روی 3 برابر است با 12 با 16 میشه 28 به روی 8. پس m به دست میاد 3 ضرب در 28 به روی 8. 8 تقسیم بر 4 میشه 2، این تقسیم بر 4 میشه 7. پس m میشه 21 دوم. اینجا هم که 12 بود، 12 با 21 دوم جمع بشه، اینجا میشه چی؟ 24 با 21 45 دوم. پس مساحت این قسمت رنگی کلا میشه 45 دوم. خب اینجا گفته شده که DC با آبی موازیه، چون زوزنقه است باید موازی باشه، و از طرفی هم این دو تا ضلع با هم موازی، یعنی اینجا یه دونه متوازی الاضلاع ایجاد میشه. میگه که 4 تا EB برابر با AE شده، یعنی EB اگر M باشه AE میشه 4 تا M، چون متوازی الاضلاع است اینجا میشه M. خب اینجا که حالت پروانه‌ای رو میبینیم، همین اول کار به این اشاره بکنیم، حالت پروانه‌ای میبینیم. بعد گفته مساحت مثلث DAF 12، اینجا هم 12 مینویسیم. میگیم اگر اینجا S باشه مساحتش، چون این دوتا مثلث با هم متشابهن نسبت اضلاعشون 1/4، اینجا میشه 16 S. خب من میام از اینجا یه دونه خط رسم میکنم تا یک زوزنقه جدیدی به اسم A D C E به دست بیارم که قطرهاش رسم شده. من میتونم ادعا بکنم که اینجا 12، بله چون این 12 اینم 12، و میتونیم بگیم که 16 S ضرب در S برابر با 144، یعنی 12 ضرب در 12. پس S به توان 2 144 تقسیم بر 16 بشه، خب 10 تا که میشه، ببین میشه 9 تا. S به دست میاد 3، اسمون به دست میاد 3. S3 هستش. گفته مساحت قسمت رنگی رو به دست بیارید، مساحت قسمت رنگی. خب اسمون اگر 3 باشه دیده نمیشه، اسمون گفتیم که 3 هستش. الان S با این 12 میشه 15 و نصف متوازی الاضلاع رو شامل میشه، پس اینجا میشه 15. 15 با 15 جمع بشه، ببخشید میشه 30، کل مساحت متوازی الاضلاع میشه دیگه. اینجا 15، اینجا هم 12 بود، اینجا 12 بود، 15 با 12 میشه 27. مساحت رو میتونیم به این شکل به دست بیاریم چون قسمت رنگی رو خواسته بود. خب بریم سراغ سوال آخرمون. اینجا یه دونه ایکس کنار یاموک داده، مثلث متساوی ساقینی داده، بعد قطرهاش بر همدیگر عمود هستن. خب در این حالت میتونیم بگیم که این ضلع با این ضلع برابره، این ضلع هم با این ضلع برابر هستش و اینا عمود هستند، همشون 90 درجه است. خب چی خواسته؟ میگه که اینجا 1، اینجا 5، اینجا 3 مساحت این مثلث رو میخواد از ما. مساحت این مثلث رو بخواد، میام از اینجا یک عمودی رسم میکنم، این عمود زوزنقه هم حساب میشه، عمود مثلث هم حساب میشه. میگیم که این خب چیز دیگه نصف میکنه، یعنی اینجا 1/2 میشه، اینجا هم 1/2 میشه، پس اینجا هم 1/2. اینم نصف میکنه 5/2، 5/2، پس اینجا هم 5/2 هست. پس در نتیجه اندازه عمودم میشه 5/2 با 1/2 6/2، یعنی میشه 3. عمود ما میشه 3. خب عرض کنم که قاعده مثلث 3 هستش، چون مثلث با زاویه باز هست، ارتفاع بیرون رسم میشه 3 ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2 که جواب به دست میاد 9/2. همین. اینجا نکته فقط این بود که اگر مثلث، اگر زوزنقه متساوی الساقین باشد، عمودش رو میتونیم به این شکل از قاعده کوچک و قاعده بزرگ به دست بیاریم. این هم از این سوال. دوستان 25 تا سوال خیلی خوب حل کردیم. خیلی خسته شدم واقعیتش، میدونم تایم ویدیوها زیاد میشه، ولی خب میخوام کامل فراگیر باشه، کامل باشه که شما بتونید استفاده بکنید. و واقعا اونجا دیگه وقتی میان میپرسن که آقای نجفی آموزش ها کامله یا نه، واقعا خیلی ناراحت میشم، چون خیلی تایم میذارم، خیلی حالا دیگه انرژی میذارم دیگه که کامل باشن. بله آموزشامون کامله، فقط کافیه شما استفاده بکنید ازش. لایک کردن، کامنت گذاشتن یادتون نره، سابسکرایب هم بکنید کانال رو و با دوستاتون به اشتراک بذارید تا اونا هم بتونن از مطالب استفاده بکنن. برای همتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.